موضوعی که مردم خیلی ها نمیدونن، یک سری صدها سازمان در خاورمیانه اومدن و همش سازمان های گلوبالیستی هستند. این که شما میگین که چطور اینا اینقدر زاد و ولد دارن، چطور اینقدر تعداد اینا زیاده، اصلا یک باجتی گذاشتن هر روز دارن به این مناطق و به گروه های تروریستی میدن برای زاد و ولد. شاید شما باور نمیکنید، من براتون نام میبرم. این سازمانایی که نام میبرم به نام‌های گوناگون، از غیر انتفاعی تا سازمان‌های خیریه، نمیدونم فلان، تا فرهنگی، تا کمک رسانی انواع اقسام، که در خود غزه بچه‌های غزه رو سال‌هاست دارن شستشوی مغزی سنگین میدن برای اسرائیل ستیزی و غرب ستیزی، و به حماسی‌ها و گروه‌های تروریستی که پول میدن برای زاد و ولد. و اینا بودجه‌هاشون رو کی دارن میدن؟ پشت خیلی از این سازمان‌ها افرادی هستن مانند جورج سوروس. نمونه‌شو دارم براتون میگم، فقط 11 تاشو نام میبرم. سازمان MECA سالی 25 میلیون دلار به حماس میداده. مسلم اید USA غیر انتفاعی. اینترپال، سازمان چهارم پالستین چیلدرنز ریلیف فاند غیر دولتیه. سازمان پنجم اسلامیک ریلیف USA. سازمان ششم IF چریتی از انگلستان. سازمان هفتم آنرا. سازمان هشتم PSC از انگلستان. سازمان نه مجمع جوانان شارک. سازمان 10 مرسی کورپس بین المللی این سازمان. 11 دوستان الاقصی از انگلستان و صدها سازمان دیگه هستن که همه اینا به غیر از اون 100 میلیونی که بایدن داد و اون 10 میلیونی که ژاپن برای غزه و فلان اینا کمک کردن، کمک‌های رسمی و غیر رسمی دولت‌های دیگه هم هست. این حجم پولی که داره با برچسب‌های انسان دوستانه تو غزه و فلسطین در حال گردشه واقعا سرگیجه آوره. و جالبه اینا در غزه مفت میخورن میگردن، بی دغدغه معاش تروریست زایی میکنن، یعنی فقط بچه زایی میکنن. انواع این سازمان ها دارن پول میرسونن که این تروریست ها تعدادشون زیاد بشه. اون برم که درا رو برمیدارن، دسته این مسلمان ها رو دارن حواله میدن به اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا، و در واقع دارن ارتش اسلام میسازن و صادر میکنن. کی؟ گلوبالیستا. باورتون میشه؟ و من یه چیزی که دیروز در برنامه خودمون در رنسانس داشتم میگفتم، برای که بعضیا فکر میکردن که خب حالا جریان چی میشه، این ایده که اینا دارن میفرستن، خب بالاخره اینا اروپا رو فتح میکنن. من براشون گفتم ما نمیدونیم دقیقاً میخواد چه اتفاقی بیفته. آیا این بکفایر میکنه به سمت خود گلوبالیستا، برای که مسلمانو که شما روز به روز زیاد میکنی و بیان بشن 50% و بعد قوانین رو عوض میکنن، خب بعد قوانین دموکراتیک اروپا رو میخوان چه کار بکنن گلوبالیستا؟ میخوان بعداً شروع کنن تازه اون موقع به عوض کردن در 10-15 سال دیگه بگن دیگه ما قوانین مثلا دموکراتی و رأی اکثریت نداریم؟ یا اینکه اگر رأی اکثریت باشه و این تعداد اینا بیشتر از اون 50% بشه، بعد چجوری اون قوانینی که صادر میکنن و قوانینی که میذارن اونجا رو میخوان تبدیل کنن به بلاد اسلامی دیگه، میخوان جهان رو تبدیل کنن به بلاد اسلامی. بعد اون وقت گلوبالیستا چجوری جلوی اینا رو میخوان بگیرن؟ و اینکه وقت بعداً برن تازه وایسا بزنن تو سر خودشون که جلوی به اصطلاح دموکراسی رو بتونن بگیرن، که بگن نه از حالا به بعد دیگه رأی اکثریت مثلا نیست، قوانین عوض میشه. چه کار میخوان بکنن؟ هیچ کسی رو نمیدونه، ولی من قویاً بر این باورم اینا کاری که کردن در جعبه پاندورای اسلامو برداشتن و اینا نمیفهمن. مثل اینکه الان دارن استفاده ابزاری از مسلمانان میکنن برای از بین بردن فرهنگ اروپا، برای پایین آوردن قدرت اقتصادی اروپا، برای به هم ریختن فرهنگ‌ها و اون بی‌نظمی و ناهمگونی که دارن در جهان ایجاد میکنن و این کیاسی که دارن ایجاد میکنن که کالچرها از بین بره، مرزها از بین بره، همه چی قاطی پاتی بشه، بعد اونا بتونن دولت‌های اصلی خودشون درست بکنن. ولی بعد شما با این جمعیت مسلمان خطرناک افراطی چه کار می‌خواید بکنین که نشون دادن 4 نسلشون هم تو اروپا به دنیا میان باز مسلمانن، نه آلمانی میشن، نه انگلیسی میشن، نه فرانسوی میشن، نه نمیدونم اسپانیایی میشن، نه همچنان مسلمان میمونن اونجا و خودشون اصلا تو جامعه مقصد در واقع یک همسان سازی نمیکنن. حالا این
باید ببینیم بعداً این گندی که دارن خودشون میزنن و میخوان توی 10-15 سال آینده چطوری جمع بکنن و چه اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه انقدر بیداری‌های ملی اتفاق بیفته، مثل این تظاهرات که الان توی اسپانیا انجام شده که ما مسلمان نیستیم، ما مسیحی هستیم، ما اسپانیایی هستیم، ما اسلام نمیخوایم، ما مسلمان نمیخوایم، مگر این بره شروع کنه انقدر زیاد بشه و اونم باید با راه افتادن جنگ‌های بسیار مگه بتونن جمعش بکنن. ولی همین الان اگر دولت‌های اروپایی میخواستن خیلی راحت میتونستن این قضیه رو جمع بکنن. از این به بعد هیچ نوع مهاجر اقتصادی ما را نمیدیم به کشورمون، چون همه اینا آویزونن دیگه. کمک‌های اقتصادی رو قطع بکنید به اینها، نه بهشون خونه مجانی بدین، نه پول بدین، نه مدرسه مجانی بدین، نه پول برای بچه‌هاشون بدین. بعد من ببینم چند تا از اینا حاضرن برن جون بکنن با پول درآوردن خودشون، با زحمت کشیدن خودشون 7 تا 8 تا بچه بیارن. اصلا کدومشون خواهند توانست؟ دیگه نخواهند توانست این کارو بکنن. یعنی همین الان اگر بخوان اروپایی ها جلو اینا رو بگیرن، میتونن با قطع کردن کمک ها بعدم بگن هر کس که به ولیوهای ما احترام نمیذاره، به آیینمون، به زندگیمون، به سیستم زندگی اروپایی و حس کنیم تهدیده، دیپورتش میکنیم. فقط هم خودشو دیپورت نمیکنیم، کل خانواده‌اش رو دیپورت میکنیم. کافی یک دونه جرم و جنایت انجام بدی کلتون رو با هم دیگه مثلا دیپورت میکنیم. هر کی نمیتونه به زبان ما حرف بزنه باید بره بیرون. هر کی نمیخواد کار بکنه، میخواد بودجه دولت استفاده کنه، باید بره بیرون. هر کی نمیدونم و اینا رو که شما همین قوانین رو بذارین و جلو مسجدها رو بگیرن، اجازه ندن مسجد ساخته بشه، اجازه ندن کلیسا تبدیل به مسجد بشه، به اینا رنت بدن، اجاره بدن. و اگه این کاره که خود عربستان داره میکنه، عربستان یک دونه کلیسا اجازه نمیده ساخته بشه، یک دونه تبلیغ مذهب غیر اسلام اجازه نمیده در کشورش انجام بده. و چرا شما نمیبینید یه دونه اروپایی باشه بخواد بره در عربستان زندگی بکنه؟ و چرا کسی مهاجرت نمیخواد بکنه به عربستان؟ و چرا کسی نمیتونه اونجا بره مردمو ترویج دین دیگری رو بکنه در اونجا؟ و چطور تونسته کنترل بکنه که بقیه این همه مسلمانان آواره تمام خاورمیانه یک دونهشون راه پیدا نکنن به خود عربستان؟ این کارا اگه مردان، دولت مردان اروپایی بخوان و بازیچه‌های گلوبالیستا نباشن و بخوان منافع ملیشون در نظر بگیرن، همین امروز میتونن این کارو انجام بدن. ولی متاسفانه برنامه‌ریزی و آمال اهداف اصلی اروپایی ها، نه اروپایی ها، دولت مردانشون که بازیچه گلوبالیست هستن، در حال حاضر این نیست و در حال حاضر درارم باز نگه میدارن تا به جایی برسه که حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. سپاسگزاریم.